خب ماهی شریف رمضان، ماهی رحمت، ماهی فضل، بخشش گناه ها و ماهی قدردانی است. برای همین این بگم موضوع ما درباره حق شناسی است. یک از سوال میتونه که حق اسلام ای کجا پیدا می شود؟ امروز شما هم خیلی کلمه فهمیدگی هستید که حقوق هم خیلی کلمه است، حقوق بین المللی، حقوق تجارتی، حقوق کشورها، حقوق فراملی، حقوق بشر، همین حقوق بسیاره تا بس گفتن. همه اینا میروند در دانشگاه ها میخوانند، حقوق شناس میشوند. حقوق شناسا با چند نوعن. حقوق شناسی هستند که با در بخش درونه و در بخش بیرونه. امروز هر یک کارخانه و تشکیلات به خودش با حقوق شناس داره. اما سوال می شود که حقوق و حق در اسلام ای کجا سر می شود؟ همین اسلام حق و حقوقش ای کجا سر می شود؟ حق و حقوق اسلام از تربیت سر می شود. من این میگن که فلان اساسگذار علم حقوق فلان بود و دولت های سیاسی حقوقی مصر باستان بودن و بابل بود و این بود و سوریه بود و هندوستان بودن، هزار دلیل را می بیارن. اما در اسلام اولین حق و حقوق ای تربیت سر می شده. تا تربیت نکنی نه حقی نه حقوق. همین به تربیتی ای که حقی شوهر رو پامال میشه و حق زن رو پامال میشه و حق پدر رو پامال میشه و حق مادر رو یا حق همسایه داری، همه حقا رو سم کرده میگذارن میروند. ریشش ای به تربیتی ای. اگر تربیت باشه هیچ کس حق هیچ کس پامال نمیکنه. برای اون که اولین آیه مبارکه قرآن سر میشه و الحمدلله رب تربیتگری عالمیان، تمام 18,000 عالم تربیتگرش کیه؟ الله های. انمی تربیت ها می بیاید امی دنیا با امی مردم با میخیزه زیدی خدا می برو. همین هم ای تربیت های. میگه خدا نیست، رسول نیست، آیین نیست، این نیست، فلانه، این هزار تومتو میکنن. یا میشون مسلمانی واقعی به اوج عزت مثل پیامبران الهی که خداوند پیغمبران را خودش تربیت میکنه که برای مردم نمونه. حضرت ابراهیم پدرش بود تراش های. بین که میرود کدام اوج میرسه. جناب پیغمبر بینه